یادت باشه تشویش با توکل رابطه برعکس داره. هر چی توکل زیاد تشویشت کم، هر چی توکل کم تشویش زیاد. به می خاطر تشویش شرک خفی است. یادت باشه اگه آدم تشویشی سریمان چک و اثر بر کلمه بخواد. چرا باید تشویش داشته باشی؟ تو سر خدا باور نداریم؟ امروز ما تلاش خود میکنیم، وقت ضایع نمیکنیم، کار کوشش میکنیم، زحمت میکشیم. آینده چی شد. اگر میخوای اعتماد به نفست توکل به خدا. این اولین گام اعتماد به نفس است. کاری که شروع کردین لطفاً به آخر برسونید. کار نیمه نمونید. کسایی که اعتماد به نفس نداره شروعی خوب میکنن اما ختم کننده نیست. کاری که گرفت تا آخر برسون. تنها در یک وقت کار توقف بدی که متوجه شدی اشتباس مسیر توقفش است. تا روزی که مسیر صحیح حتما تا آخرش برو. خسته نشو. ذهنت فکرای بد اجازه نتی، فکرای منفی اجازه نتی، خوبیارم که خود خراب میکنه. ذهنت خوب نگاه کن، فکر پاک کچش کن، فکر خدایی کن. یک مثالی که همیشه اشتباه میتن میگه نیمه پر ببین. نه این صحیح نیست. این بوتل که میبینه آدم مثبت نیمه پر را میبینه، نیمه خالی را. هر دوش میبینه. اگر دیدی خود تو اینجا دیدن نتونستی، دیدت خراب است.